میدونید بعضی ما از زمره آن انسان‌هایی هستیم که از گذشته‌مان غمگین، از حاضر زندگیمان نارضا و برای آینده‌مان سخت نگران هستیم. میدونید برای چی از حاضر زندگیمان نارضا هستیم؟ چون که غم گذشته و نگرانی آینده حاضر زندگی ما را ناآرام کرده است، حالا آنکه با غصه خوردن گذشته بر نمیگردد. برای آینده نگران هستیم، حالا کسی نمیداند که بعد از 10 دقیقه ما را چی انتظار است. از این رو پس بیایید به گفته های عمر خیام زندگی کنیم. میگوید روزی که گذشته است از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، برنامده و گذشته بنیاد مکن، خوش باش کنون عمر برباد مکن. همین لحظه رو غنیمت بدانیم و اشکانه زندگی کنیم. اشکانه زندگی کنیم.